اینم یک کلیپ از باز کردن داشبورد رانا LX و جایی که پیچ داره این دو قسمت که بغلا هستن. آچارخور 13 یه این پیچه و یه دونه این پیچه که جفتشون آچارخور 10 و یه پیچ دیگه که این قسمت داره. این قسمت 13 میخوره. این قسمتی که پیچ خودکاری این خورشیدی ها میخوره و این قسمتی که آچار 13 دوباره میخوره. پیچ 13 8 بسته میشه، در اصل آچار 13 میخوره بهش و دوتا هم همین بغل دستی هست. منتها روی داشبورد یه حالت خارمانندی داره که میره داخل. اینو باید یه خورده داشبورد یه نمه فشار بدین به سمت داخل تا این داشبورد آزاد شه، هم اون ورش هم این ورش. اینطوری است. دوباره بعد دو تا پیچ دیگه این قسمت پایین داره که یکیش این قسمته. اینا رو با باز کردن کنسول وسط اینا رو میتونید آزاد کنید. اینا آزاد میشه با کنسول وسط، این دوتا آزاد میشه به اضافه اون بالا که قسمت ساعت و ازم بوزون تاریخ اینا نمایشگر در بازبوندن دراست. اینا این قسمت هم باز کنید اون یه دونه آزاد میشه و اینکه میایم روی داشبورد که قسمتی که داره اون خاری که بهتون میگفتم این قسمتی، چون خاره حالت به این چه شکلیه، خاره این قسمت گیر میکنه، اینو باید بکشیم کنار آزاد شه. و این داشبوردی که اصولا اینا چون پلاستیک اینا واسه مسیر ورودی هوای گرم و سرده واسه کولر بخاریه، اینا ول میشن و صدا میفتن. حالا ما اینو باز کردیم که صداگیری کنیم و این صداش بیفته. یه خورده زمانی که باز میکنید حواستون باشه که این قسمت گیر میکنه، چون چسب خورده گرما یا هر دلیلی وسیله چیزی ریخته چسبیده، مثلا میچسبه خورده اذیت میکنه. در حال حواستون باید باشه. و این پیچایی بودش که این پیچا برای داشبورده. من داشبورد میتونستم اصلا بزنم روش باشه، هیچ داشبورد آزاد نکنم. مسئله هم داشبورد نیاز به آزاد کردن داشبورد نبودش، همین میتونستم. ولی حالا باز کردم، گفتم اولین بارم گفتم یا نه یه موقع پیچی جایی باشه. و اینا همون دو تاییه که تو این قسمت کنسول وسطه و این یه دونه پایینی اون بودش. این دوتا دوباره تو کنسول وسط و ارزم به حضورتون یه دونه این وسط بودش. این قسمتی که همون بالا آچارخور 13 بود و همینا. حالا تو قسمت دیگه هم باید ما جرفرمون باید در اصل اول باز کنیم. جواب اون پیچایی که داره دو تا پیچایی که داره، یکیش این قسمته و یکیش کنار این سویچ این قسمته و اون یکی هم که دو تا پایینن. این قسمت واسه اینکه چهارشاخ پایین رو آزاد کنی یه پیچ 13 خور داره که مورد 13 خور داره که اونو باید وا کنی، بعد پیچ رو کامل در بیار. این حالت کشویی از تون در میاد، نه کشویی بالا به طرف بغلی در میاد. و اینجا یه سری از کابلا رو، یه سری این سیمایی که من سوکت‌ها رو در آوردم، این سوکت‌ها روی یه سری رو فرمون بودن آزاد کردم. یه سری هم توی قسمتی هستن که این قسمتی که اینم آزاد کردم هستن کلا. اینم از روی میتونستم آزاد نکنم ولی آزاد کردم که راحت تره. حالا اینا رو باید منظم دوباره جمع کنم. یه صدایی اصلا رو خود همین بود، سوکت‌ها جاشون شل بودن. بعد ببین این قسمت الان اینجا وله، وقتی تکون بخوره ماشین یه حرکت می‌کنه اینا تمام وله، اینا صدا میده. بعد چیزایی که داخلش اینا اینطوری وله. این سیمایی که اینجا هستن، سیما رو باید خورده منظم کنم و دوباره جمع و جورش کنم. ولی واسه این که بخوام سینه کش این قسمت رو بخوام باز کنم، نمد رو در بیارم، نه این خوشبختانه نمد صداگیری اینا خوب صداگیری کرد واسه اینکه صدای موتور کمتر بیاد داخل. خیلی خوبه این بابت، این وضعیت خیلی خوبه. حالا اون قسمت هم که گیر کرده بودن کنده شده تو داشبورد، یکیش این قسمت بود و یکیش اون ور بود که باید اونا رو، حالا چی ریخته بوده از رو داشبورد، چیزی ریخته بود یا خودشون احتمالاً چسبی چیز زدن یا حرارتی چیزی باعث شده اینا چسبیدن، حالا چسبیده بود و من اونا جدا کردم. اینم که اگه یه موقع وسیله هم از بالا بیفته اصولا میفته داخل این قسمت، میره پایین، میره چون کوئل واسه بخاریه. بعد حواستون باشه زمانی که بازم کردی این قسمت واسه بخاریه.
حواستون باشه که این قسمت رو سعی کنید یه موقع شد دقت کنید سوکتا سر جاش باشه، ولی این احتمال چون پلاستیکیه خطر داره. سعی کنید یه کاوری چیزی واسش درست کنید. یعنی این کاورشه، من میخوام روی کاور این ببرم یه سری چسبای فویلی دارم، چسب فویلی بزنم یه خورده مقاومتش بالاتر بگیره، یه موقع خدای نکرد ترکید حداقل مستقیم به پام نزنه، چون اگه این به ترکی احتمال داره بزنید تو پاهامون آب گرم. خدا نگهدارتون، موفق باشید.